مزار مخصوصی سنگ کلوله تریزه و در بار که به نهایت دلفرا ایدن نگاه کنید گیر بگید تریزه و در گیر بگید سه تا جنازش میکنن به حد میگه آدم بسیار میاد در جنازش اینجا مسجد اینا به نهایت اینجا این قشلاق نامش گلریزای برادر این ابو بید آره دنیا آها این ابو بید بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود به پایان با کل هموطنان روز سعید جمعه به همت مبارک باشد این ما اومدیم راستیگم این طرف میری شهرهای کلوب دنغره در شهرهای کلوب دنغره این طرف تا میخری طرفی فرخور میره این طرف برادر فرخور در ان اینجا مزار مخصوصی سنگ کلوله مزار مخصوصی سنگ کلوله اگه من راستیگه بگم من هم شنیدم من تخلص شای یا که نام شای من نمیدونم یک جای در آمده دیدم که راستیگه من اینجا مسجد های هر وقتی که من طرف خونه قبلگاه میرم یعنی خونه طرف خسر میگن خسر خوشتمون من فرق خورده همین طرف میرم همینجا خط بسیار میگذارم نماز 5 وقته را گاهی میشه که همینجا در آمده میخونیم آن هی آنو بالا دور میریم مزارش هم هست اینجا اول مسجد میدروی درکت نماز میخونیم بعد میری مزار زیارت یک جای میدرویم هم زیارت میکنیم هم دیدن میکنیم چه گفتیم برادران با هم نامی اساسیش هم میفهمیم که چه یگان متولی باشه یگان کس باشه ما دا انیخ کرده میفهمونم پرسان میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم میدرویم رفتیم اینه بسم الله الرحمن الرحیم میدرویم اینجا مسجد اینه به نهایت اینجا این قشلاق نامش گلریزای برادران نامی قشلاق گلریز برادرای عزیز میدرویم اینجا مسجد اینجا مسجد شاید حالی میریم ای مزارش هم دیدن میکنیم ای انا گنبزی که میبینید شما برادرای اینجا مزار مزار مخصوصی سنگ کلوله اینجا مسجد بسم الله الرحمن الرحیم به نهایت زیبا خوشرو اینا دیدیم برادرای عزیز بسم الله الرحمن الرحیم اینا و دوستان عزیز یک چیره من همه وقت می اومدم مقصد اهمیت میدادم نگاه کنید گیر بگیر همه تریزه و در بار که به نهایت دلفرا ایدن نگاه کنید گیر بگیر تریزه و در گیر بگیر سه تا در داریم یک دو سه چهار تا در چهار در داریم یک در نه دو در مقصد شاید پنج در تریزه ایره بگیر کم بروی زمین ایره بگیر اینه در اینه در عجیب عجیب همین هم خیلی دلکش و دلفرا مسجد بدن اینا که اجاره میخونیم یک جایی این همین مسجد زیباست این نویسه روزی محشر که جان گداز بود اولی پرسیش از نماز بود اینا برادر عزیز دیدین اینا برادرها دهه گلریز میایم اینجا اینا اینجا مسجدی همین دهه اینجا میایم این خیلی جای همین خیلی زیبای فوران مخصوصی سنگ کلوله ده اینجا میاد مخصوصی سنگ کلوله زیباست اینجا منزل اینجا تابستان اینجا مزه کشم نیست مخصوصی سنگ کلوله اینه برادران اینجا قبرستان اینه برادران دیدستین چه جای زیبا جای دلفرا ایروی شنیده که من یک وقتا هم خیلی گذشته بودیم نقل میکردن که تابوت همین مردک پریده اومده همینجا در ایستادگی با در میگه هم که زمین کفیده آدم بر اومده همچنان آدم اومده میگه در همین مقصد در جنازش به حساب آدم اومده در جنازه همین آدم میگه همین مقصد در همین روی تاجیکستان هم خیلی یاد نداره که همین خیلی آدم اومده باشه همینجا در اینجا در اینا مسجد جاگهشون اینا اینجا در یک برادر شتگه کن السلام علیکم السلام علیکم خوب هستی برادرم چنجی کارکات خوبه زندگی کات خوبه همه طرفتین زنده باشی میدونیم درونی از زیارت میکنیم اچا برو باید ما همجا یک تماشا آمدیم یک زیارت آمدیم از اینجا بزرگوارا
بسم الله الرحمن الرحیم. یک زیارت آمدیم. این برادرها بسم الله الرحمن الرحیم. این باور کنید. تماشا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. مستا حسن. شکر خدا، هزار رحمت خدا که سازی تینجی اینجا همه منزل جوگا به فیلم کی پیوندو و فرزندو و نویره ها. این اینجا در قشلاق گلریز. اینه برادرها. با بهشان دیگه خوب هستی تینجی؟ کارکات خوبه؟ همینجا داریم اینه اومدم که اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینه برادرها میداره. اینه بودید همه دنیا. آها اینه بابی. بسم الله الرحمن الرحیم. اینه برادرها. باشه بابیشان. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی برادرها تماشا کردیم، دیدن کردیم. خب اینه خیلی این ها در جای فورام هر کس هم خداوند خیلی جور و لایق نمیبینه که در سر بلندی بیایی و خدا را شکره در بزرگی جانم. خیلی مزار سنگ کلگار را زیارت کردیم. راستی گپ یکم متولیش هم نیافتم که مقصد با پرسان کنم. ایروی شنیدیم ما تابوت پریده میآید، در آن بلندی میشینند، در آن میجا جنازش میکنن. به حد میگه آدم بسیار میاد در جنازش. ایروی شنیدیم ما با همه کسانی که شنیدن میدونن، کسانی که نشنیدن مقصد کسانی که میدونن با در کامنتر بنویسن با خوبتر میشه. با آدمایی هستن که مقصد کامنتر ده میخونن با میدونن. مزار مخصوم سنگ کلوله این طرف دینم قشلاق گلریز. این مسجد پنج وقتشون به نهایت زیبا، به نهایت فوران، دلفرا. اینه برادرها. اینه مزار مخصوم سنگ کلوله. باقی سربلند خانواد باشه. خداوند یارو مددگارتان. یک بار دیگه روز سعید جمعه به همه مبارک باشه دوستان عزیز. در جای باشه نباشه خدا نگهبانتان. دوستان عزیز انا برادرای ما انمی شرکتی که ما به شما توصیه میتونم با فورا ای مسکو تاجیکستان بار میارم. این رقماشون مرامت زنگ بزنید باراتون ای مسکو با تاجیکستان روانه کنید. باقی سربلند خانواد باشین. برکت زندگی را خداوند در طول سر هممون بریزونه. خدا نگهبان همتون.